کار دست تو را با دست بگیرم با دلدارم کتور ما پس بگیرم الله گلدان دانه تو او برای من او شکاری تو او گرگ گرگ شغالار نگذاری به تا باغچه بیایم به تا سرا بیایم آفرین کو شغال نه که مرغا خونه پر مرغه دل دارم دل دیوانه دارم غم بسیار و از جانانه دارم علا گلدانه دانه بله ها سرش داره میکنم چیزا گرگم تو ببردی پیش گرگ یه گپ به تو بگو خب بگو امیت تیز دو تا پا داری دو تا دگه هم غرس کن خوب از کی؟ سه که تو چی میگم؟ بگو امیت تیز برو به در سر وکیل سه چرا؟ اول برو به خونه سه که بیبی به تو هر چی بگفت همون تو برو به در سر وکیل سه همون تو بگو بچه برفته به کمک که کمک بگیره از وکیل سه خب برو به خونه بیبی هر چی به تو بگفت همون گپا بیر برو به پیش وکیل سه بگو که تو هم کمک بده وقت دیگه خب همون تو تیز برو تو همین سگ گرگ ایوان کمال 80 90 هزار روپیه قیمت نه ایر بیاورده به منجگاه بسته کردی کچولی اون سیکو که خیلیه سالت خیلیه اینا فکر نمیکنی؟ من نه تیار میکنم تو با خبرار نگفت که برو شکمبه بستنی ببریم از این سلخیا بریم کلا پاچه سکمبه استقون پوده حالا این نمیمونه و خیلی در اندازی برو حیوانی کوکمی کشکش کو تو سعی کوکمی میکنی یا نه؟ مال من نمیندازم برو که کمک دست نره چی بگم در سر وکیل سه؟ برو به خونه سه که بیبی به تو چی میگه هر چی بیبی بگفت تو هم تو بگو وخی گیلک وخی دیگه بوق امی بوقایی که مطلع چگله نداره اگه نمیری من برو باشه من میرم وخی برو دیگه خوب آفرین برو اینا رو بداره اینا رو کتم عرضنی خوب خلاص اصلا خود تیر نکنی سطری کردن نمیته تیز بری ساگه گرگرم چیز کو گرگه اینا جمع کو گرگه با چیز میزی بند از استقون خوبه آخی وکیل صاحب بله بفرمایید ما به شما رأی دادیم به طمع از که کمکی چیزی میای شما ما قوم شما نه خیش شما نه شما ما رو به بغل بگیریم ما نگفتیم که شما کمک میای اونا رو هم بدیم به 4 تا بیوزن بدیم یا به 4 تا مسکینی بدیم برادر هم 4 5 خونی که میایم 4 تا بیوزن و یتیم و بیچاره که داریم میدیم به امونات اگر بابا شما کجا بیاریم بدیم این قوم خیشا شما چیکار نگو میشه قوم خیشا داره کاکا بره بخوره وکیل صاحب میشه حقیقی بیوزنا و یتیما رو اما بیارم بدم به شما وکیل صاحب من یک چیز دیگه شما بفرمایید من چی دارم چی ندارین کاکا من چی دارم من چی خبر دارم تو که شما به چی وضعیت دارین؟ مثل که من چی دارم کاکا جان بریم کار کنیم بریم زحمت کشیم تو کار من پیدا کو که من بیام وسط کو ما نه مامان بدم امروز که خدایی مستضعفیم دارم وای کجا خواه باشم سگ میکشته باشم صدا زنگولی که میه بسته بریم اگه سگ باشه در ما باشه که بدر میشه به کوچه صدا که بریم کدی باید کجا بریم چی نفهم تو یک بار دیگه میدوی کجا میشینم تباخچه ایشون تو جلو شو یا اگه وا بودی همی در سرا وا بود در باغ وا بودی به کوچه نه اون میرگی سگ آموختی سرایه باغچه و تو نمیگی دیگه نفرها هم برفته به تا باغچه رفته که کمک نوشته کنه خوب کی؟ نه گفتی دیگه همسایه هم برفتم پیش وکیل سایه او اگه سگ بسته من مطمئنم بسته یاره بریم ایته جلوی شو تو جلو یا بیا وکیل سایه اون اینجا بیا اون اینجا بیا اگه شما به عنوان قوم خیشتری سعی کنیم هستیم کاکا قوم خیش منیم اصلا ما شماری برجومه نگو
بابا نوروز ها روز اگر رای میدم در مختل چرا بسته نکردی؟ سلام علیکم بندر باشید وکیل صاحب اینجا رفیار هستیم وکیل صاحب در بشی برو با بله میگم وکیل صاحب بیبی به شما سلام میگفتم گفتم ما رو هم نمیشته کنم انا 17 تا بچه دارم 67 تا نواسه میگم بیبی تو به تو عقل کمال یاد نداد که به جایی که میری میشینی به جلوی یک شخص خب شما خود عزیزم نمیشته کردین وکیل دیگه صاحب ما یاد شما نه رو مرا نوشته کنین دیگه خیر تو که بالا خیلی که ما گرد زنگی خودیشتا مردم زبان نگو. نفهم افتادم پیار ازی گفته که برو بچه برم معرفی کن که مدار ازی بیوزانه این بچه بیویه همینا که بزی گفته کمک کنی خیر میبینیم یعنی خدایی هم پیار از یاد هم صادقیه ها دیگه حقیقت پیار از یاد داده به تو بالا خیلی برچه گیله شما کنه نمیشته کردین خب ما نوشته که ما گرد نداره تو هم یکسر میگی ما رو هم بالا نمیگذاری تو بالا خیلی بالا من وکیل صاحب نوشته تو کنی کی هوشیار میشی که بالا خیلی بالاخی گوگو خوانه نوشته کنیم وکیل صاحب گیلاک ولاد پیاریو به خاطر ازی که گفتم که نفتا کن نمیریم ما وکیل صاحب حساب کنیم شاید همه با هم 97 تا بخی بشه کاکا این دیگه وقت خیلی می بالاخی تو من جمعی امی رد ما این منی سادگی چار خورداری پولین زمینی هم دارم بفروشم به شما مردم بودم رد مدیالا میکنی نه اون کمکایی که میای با ما بده کمکایی که میای 4 تا بیوزن و یتیم میای میدون برای اینا دیگه خب ما هم با چیزی شما هم نداریم. کجاش کامی پیار ازی که وکیل صاحب وصیت که مدار ازی بیوزانه دیگه مقصد دیگه وکیل صاحب کار خوبی نمیکنه بفهمیدی که شما برادرم امروز من روز بلا افتادم من وکیل همین منطقه شدم من که بعد نکردم من برادر رد من یلا کنی برای کاکا برای کار خوب برای این دفعه درآمد کنی برای میگو بداشی وکیل میگو صاحب بابا چی نورو. درآمد کنی بابا نورو. اینه ها بخی روز رای گیری بیاد شما بکنید تا وکیل من صاحب چی نوشته نکنیم میگفتم اگه راست میگو واقعا میتونم بودم میگم خب ببرم بفروشم بیارم بشه کم زنه بچه چرا تو خوب کنم بفروشین وکیل کمکایی صاحب که من میای با خمیرم نوشته خب کنین. من به زینا کار ندارم اگر دیگه من به عنوان قوم به شما رای دادم که به بیش آدم نافهمه قومی و دیگه خدی خلاص شماری طرف چی مری طرف نگو. چی برای کار آره بس با 2 سال بعد با پر رای گیری با میشه نام و نشان ما وکیل شدیم میفهمی یا نه کاکا برو بخی بله بله من رای شما نمیدم خود شما برو لالا میبرد برو وقت کاکا من بلند بعد شو نوشته کردم گیلک که اینا میرم ما را نوشته کنم برو با بلا شما افتادیم تو چرا نگاه شیشتی کاکا اما تو خصوصا کاکا مری بخی برو بلند شو بخی وکیل صاحب سعی کنیم نگاه برادر ای معامله خود حل فصل کنی این تا هم میشه نه بابا مجبور من آخی قوم ما نمار به بغل خونه کیده کی میگیره میگم این تو یلا ندیم اگه ای درا بابا، باشه اگه این قرار باشه کمکا بیای کمک به 4 تا بیای به بیوزن و چی با بده چهار پس تا ما چی بیوزن بخوریم دادم ما چی بکنیم ما نمایی ما بنده خدا نیم بله روز اول به شما ما نوروز گفتم که به می آدم قوم ما همست رای ندیم گفتیم نه این رای دین که کمک چیزی من اگه از این روز میفهمیدم آدم به رای غیر رای نمیده. نده به کی رای بده من بله نمیتقایم چی به درد میخوره وکیل صاحب ما خبر داریم که گردن ما بند باشه وکیل صاحب عمل گوشنگی میشو خونیم و لیورس میره خود چی خدمت کنم چه کار میشه ما غریبیم برار من شما چی رقم مردم نافهمیم هم 4-5 خونی که میای و هم 4 تا بیوزن و یتیم میدم دیگه باشه که ما شما هم کجا بیارم بودم سیر شی 4 تا خریجی داریم میکنن که به شما همی مردم گدا گدون میدیم دیگه وقت کاکا برو بخی و بلا شما مردم بفتادی شکمات زنه بچه خورم بگم ارباب سیر کنه و بلا شما نفتادیم یک رای دادی شهر معایانه دارم اینو اگه لندن بخچرم بسه کنی دم بخچرم بسه کنی که دیگه نیام من دیوونه کردم این مردم میاین کمک ماین یکی میره یکی میای من بلا شما نفتادم که من بکیل شدم از کجا بیارم کاکا من میدم اینا خوب گواخ بفروشون بودم برای شما که شما در رد مریاله کنی